مرد سواد قضایی نداشت. قرآن را می‌خواند اما معنیش را نمی‌فهمید. اما با سبب آنکه معنیش را نمی‌فهمد ترک خواندن قرآن نمی‌کرد و پیوسته کتاب قرآن را قرائت می‌کرد. فرزند این مرد می‌دانست که پدرش معنی قرآن را نمی‌فهمد، اما هیچ نمی‌فهمید که چرا با وجود نفهمیدن معنی قرآن پدر ترک خواندن قرآن نمی‌کند. باری طاقتش طاق شد و پسر از پدر پرسید: چی فایده از آن که شما قرآن می‌خوانید؟ معنیش را که نمی‌فهمید، پس چی لازم از این قرآن خوانی بیفایده؟ پدر لبخندی زد و به پسرش گفت: پسرم، سبد را بگیر و از دریایی که از نزد خانه امان می‌گذرد آب بیار. پسر پیشخندی زد و گفت: این هم به قرآن خوانی شما مانند. هیچ فایده از آن نیست. به سبد من از دریا آب آوردن نمیتوانم، چون که از سوراخی هایش میریزد. پدر گفت: به هر حال تو امتحان بکن، برو و با سبد آب بیار. و به پسر سبدی را که با آن سالهای زیاد انگشت میگرفتند داد. پسر با سبد به سوی دریا روان شد، از دریا آب گرفت و به نزد پدر آمد. طبیعی است که آب از سوراخی های سبد ریخته و آب در سبد نمانده بود. پدر او را بار دوم، بار سیوم و بار چهارم برای آب گرفتن فرستاد. پسر هرچند میدانست که در سبد آب نمی ایستد، سر از فرمان پدر نپیچید و خواست که حکمت گفته های پدر را بداند. بار سیوم، بار چهارم نیز در سبد آب باقی نماند. عاقبت پسر به پدر گفت: دیدید همه کوشش هایمان بیفایده، در سبد آب نمی ایستد. موی سفید به پسر گفت: پسرم، تا اکنون به سبد بنگر، ببین که چی خیل بود و چگونه شد. پسر به سبد نگریست و دید که سبدی که سیاه و کثیف و چرکین بود، تازه و آزاده گشته و از سیاهی در آن اثری نیست. پدر به پسر گفت: قلب ما آدمان مثل همین سبد است. وقتی که با کارها و رفتار دنیوی اندرمان می شویم، دلمان مثل همین سبد انگشت کشی پر از سیاهی و افلاسی ها و چرک می شود. و وقتی که من قرآن می خوانم، ناوبسته از آن که به معنیش سرفهم می روم یا نه، قرآن دل مرا مثل همین سبد از افلاسی ها و سیاهی ها پاک می کند. پس تو مرا از خواندن قرآن باز مدار و خودت نیز پسرم
هر وقت که وقت یافتی قرآن بخوان.